سلام حالتون چطوره برابر؟ تو ویدیوی امروز مستر بیست زده به سیم آخر $500,000 پول آورده و میخواد نابودش کنه و اگه شرکت کننده ویدیو بتونه جلوی نابود کردن پولا رو بگیره میشه مال خودش. خیلی ویدیوی خفنیه. بریم که این ویدیو رو با دوبله اختصاصی داشتون ببینیم. من قراره با این 5 تا تانک نظامی این $500,000 رو تیربارون کنم. هر مقدار پولم که تهش بمونه رو میدم به بلیک. ولی نگران نباش چون من قراره کارتمو بهت بدم و تو اجازه داری هر چقدر که دلت خواست پول خرج کنی تا از این پولا در برابر بلاهایی که میخوایم سرش بیاریم محافظت. میتونم هر چی دلم بخواد بسازم. چی دلت بخواد ولی فقط 24 ساعت وقت داری چون بعدش این تانکا رو شلیک میکنه. بریم که یه عالمه آهن لازم دارم. باشه بریم. وای چه میدوه. خیلی خب بلیک قراره اول کجا بریم؟ میریم اوراق فروشی. بلیک 3 ساعت اول وقتش رو صرف خرید هر جور آهنی که میتونست پیدا کنه کرد. آره به این مغازه میخوره آهن ماهن داشته باشه. بلیک فقط $30,000 تو این مغازه خرج. نمیخوام اونم میخوام با اونا که اونجا. یه دفعه بگو همشونو میخوای دیگه. آره. میتونی بهم از اون کانتینرها هم بدی؟ آره رفیق بیا. این اصل جنس. گمونم بد نباشه چند تا از اینا رو بذارم رو کل پولا. و از اونجایی که خرید کل مغازه هم بلیک رو راضی نکرد همین کارو تو چند تا فروشگاه دیگه هم انجام داد. ببین میخوام هر چی سفارش دادم بچا این بلیکو اگه یادتون باشه توی یکی از ویدیو قبلی‌ها داشتیمش تو اون ویدیو لیزریه تا فینالم رفت ولی باخت. حالا اینجا مستر بیست دوباره آوردتش و یه شانس دیگه بهش داده تا بتونه جایزه رو ببره. زن بلیکو راضی نکرد همین کارو تو چند تا فروشگاه دیگه هم انجام داد. ببین میخوام هر چی سفارش دادم 12 ساعت دستم باشه. 12 ساعت که 2 برابر پول میدم. حله برو برات میفرستم. از کیسه خلیفه هم میبخشه. اینم $15,000. تا منتظر بودیم سفارشا برسن برگشتیم به جایی که پولا بود تا بلیک بتونه یه نقشه درست درمون بکشه. توی یه ساعتی که گذشت مشغول برنامه‌ریزی بودی درسته؟ دقیقاً چه جوری می‌خوای جلوی شلیک تانکا رو بگیری؟ توی قدم اول میخوام یه کانتینر رو بذارم رو کل پولا. نه خوشم اومد انگار واردی. دیوار دفاعی بعدی تانکرای پر از آب. این بهترین ورقیه که داری. ببین خوبه اما بهترینش نیست. تو مرحله بعد یه کانتینر رو پر از آجر و چوب و هر آتش‌خالی که دم دستم باشه میکنم. قدم بعدی بهترین دیوار دفاعی میره. یه عالمه ماشین اسقاطی تو زاویه مناسب. توی ویدیو دیدم اینجوری وقتی تانکا به ماشینا شلیک کنن گلوله‌هاشون منحرف میشه. اگه واقعا بتونی همه اینا رو بسازی جدا دستخوش داری. بریم شروع کنیم. ببینم چه میکنی. متاسفانه 4 ساعت دیگه هم طول کشید تا سفارشای بلیک برسن. واسه همین اون یه گروه کارگر استخدام کرد تا توی انجام کارا بهش کمک. ببین دارم یه چیزی میسازم که بمب اتمم تکونش نده. خیالم راحت جای پولا امنه. ببین اینجا یه جوری انگار واقعا ساخت و سازه. به نظر میاد بلیک جدی واسه نجات پولش یه شانسایی داره. اما حتی اگه این $500,000 از این تانکا جون سالم به در ببره این تازه شروع داستانه. بلیک باید تو 3 مرحله دیگه هم از پولش دفاع کنه و مراحل بعدی به معنای واقعی کلمه چالش برانگیزن. بلیک و گروهش تمام شب و مشغول چیدن دیواره دفاعیشون بودن ولی وقتی صبح شد هنوز کارشون تموم نشده بود. خوبه بیارش اینجا. داداش پولا که اینجان تانکا هم که اونجان این ماشینه چی میگه این پشت؟ داداش چیزای دفاعیمو اینجا نگه می‌دارم. احیانا نمیخوای چیزای دفاعی تو بذاری بین تانکا و پولا؟ یه 10 دقیقه بهم وقت بدی میذارمش سر جا. شرمنده داداش وقت مخ نداریم. شک دارم که بشه کار دیگه ای کرد. وقت تموم شد هر کی هرچی دستشه بذاره زمین. شما کلا برو عقب از کات خارج شو. 24 ساعتت رسما تموم شد. ببینم چه کردی. به نظر خوب میاد. ببینیم نظر تانکا چیه. الان 24 ساعتی میشه که نخوابیدم. داشتم مدام دیوارهای دفاعی مختلف میساختم. تو نگاه اول به نظر میاد خیلی خفنن اما وقتی پشت سرم این 5 تا هیولا رو میبینم و این گلوله‌هایی که قراره شلیک بشن راستشو بخواین یکم به خودم میخیزم. واقعا فکر پشمم پسر اینقدر گلوله است. یعنی عاطفه اگه گلوله بود یه همچین چیزی میشد. وقتی پشت سرم این 5 تا هیولا رو میبینم و این گلوله‌هایی که قراره شلیک بشن راستشو بخواین یکم به خودم میخیزم. واقعا فکر می‌کنی یه کانتینر میتونه جلوی اینو بگیره؟ امیدوارم 3 تا کانتینر بتونه نمیره. خیلی خوب وقتشه. تانکا رو آماده کنید. این 5 تا تانکی که اینجان قراره 20 تا گلوله به سمت پولاد شلیک کنه. افتخار اولین گلوله هم با خوده. گرد و خاکو ببین. وای خدا قیافشو ببین. قیافه بلیکو ببین. عمرن اگه چیزی از پولش باقی بمونه. فقط 19 تا دیگه مونده. آره 19. چندلر بعدی با تو. آتش! زیادی داره خوش میگذره. قلبم. ببین از اینجا میتونم یه 8 سوراخ رو کانتینرت بشمارم. آره منم میبینم. عمران پولش سالم باشه. خواستم ازت بپرسم حست چیه ولی خب بذار اول شلیکا رو تموم کنی. میخوای تمومش کنی؟ فقط 5 تا گلوله. 4 تا گلوله مونده. 3 تا گلوله دیگه. راستی اون پشت چقدر پول داشتی؟ حدود 5 میلیون. تو روحت. 2 تا آخر. هشتکام پرید.
بیا بلک جان، افتخار آخرین شلیکم با خودت. ممنون که افتخار بعدش دادی. خواهیم دید که آیا پولی برات باقی مونده یا نه. تمام شد، بریم. دوباره داره میدوه. چی میبینی، سالمه یا نه؟ وای انگار سالمن. آره جدی پولا دست نخورده باقی باش، مونده. استراتژی حال کردی. میدونم خوشحالی، ولی تازه مرحله دوم شروع شده. تو 24 ساعت آینده قرار بزرگترین بمبی که تا حالا تو تاریخ چنلمون ترکوندیم رو پولای تو بترکونیم. قراره بندازیش یا قراره شلیک؟ سوال خوبیه، الان بهت میگم. خب بلیک، به نظر تو این جعبه سبزا چیه؟ نمیدونم داش. نمیخواد زحمت بکشی، خودم بهت میگم. توی این محموله بیشتر از 100 تا جعبه ماده منفجره TNT داریم. با مگه این کار قانونی هستن؟ خدا اگه بدون. همزمان که ما در حال برنامه‌ریزی بچه‌ها اگه نمیدونید کارش قانونیه. حالا قوانین کشور آمریکا با کشور ما یه خورده فرق میکنه، وگرنه تو هر چه قدم گنده باشی نمیتونی بری 5 تا تانک از ارتش اجاره کنی و ماده منفجره و این داستانا. پس کارش قانونیه. با مگه این کار قانونی هستن؟ خدا اگه بدون. همزمان که ما در حال برنامه‌ریزی برای بزرگترین انفجار تاریخ یوتیوب هستیم، بلیک هم مشغول برنامه‌ریزی واسه نجات پولشه. اول باید چیزای قابل اشتعال رو از دیوار دفاعی در بیاریم. هرچی چوب داریم رو باید بریزیم بره. دیوار دوم تانکرای آبه. بعدش میخوام اون 2 تا کانتینر کناری رو بچسبونم به کانتینر وسطی. در آخرم دیوارای دفاعی. هرچی بتونم سیمان، آجر، ماشینای اسقاطی، هرچی دستم بیاد میریزم. انفجار خیلی بدتر از تانک از اون گاف صندوقی که ترکوندیم بدتره. بله. ببین هرچی تو اون گاف صندوق بود پودر شد. بلیک بار اول 250,000 دلار اینجا باخت. به نظر دوباره این اتفاق میفته؟ نه. تا اینجا بلیک بیشتر از 24 ساعته که بیداره. واسه همین کارو سپرد به کارگرا و خودش رفت که یکم استراحت کنه. وقتشه که یکم استراحت کنم. خیلی خستم. شب بخیر رفقا. اما از اون جایی که خیلی خسته بود، بیشتر از اون چیزی که برنامه‌ریزی کرده بود خوابید. خب دیشبو که خوب خوابیدم. بریم ببینیم کار تو چه وضعیتیه. این که نصفه است. اینم خالیه. این یعنی از وقتی من رفتم کار خاصی نکردم. حالا بلیک فقط 6 ساعت وقت داره که نقاط ضعیف دیوار دفاعیشو بپوشونه با آجر، ماشینا و هر چی که دم دستش بیاد. به نظرم تا اینجا خوب پیش رفتی. به آقای جیمی. داداش داری چی کار میکنی؟ اگه با دقت گوش کنی صدای بیپ بیپ میشنوی. داریم یه اتوبوس مدرسه میاریم تا صاف بذاریم همونجا که تو وایسادی. ایشالا بچه مدرسه‌ای که توش نیست. اتوبوس کوچیکه. نمیدونم چه ربطی داشت ولی خب باشه. اینم یه دونه از شکلاتای جدیدمونه. فرمولش رو عوض کردیم، خوشمزه تر شده. میخوای بلیک؟ آره. الان با یه شکول گولش زدم که حواسش پرت بشه. باید چی کار کنه؟ داداش خدایی شکلات تو از همه شکلاتا بهتره. از همه ناموسم میگم. کسی شکلات نمیخواد؟ واکن. فیلمشو گرفتی؟ بلیک داداش 5 دقیقه دیگه میخوایم برات بگیم بوم. کنش 10 دقیقه. جون جدت 5 دقیقه دیگه هم بذار روش. الان شد 4 دقیقه. داداش داری اینا رو خیس میکنی. خوششون میاد. به قیافشون که نمیخوره. بیا رفتن پایین. ببینیم تو 90 ثانیه آخر چه شاهکاری میکنه. بلیک وقت داره تموم میشه. زود باش برسونه سریعتر. وایسا ساعت 5 شد. دست نگه داری. بس دیگه همتون وایسی. اوی بلیک بس دیگه، خاموشش کن وگرنه پولا رو میدم سگ بخوره. نخور شیرت خوش میشه. خب بریم اتاق فرمان. ببین مرحله تانکا رو که مویی رد کردی. ببینیم این دفعه چی کار میکنی. اول گذاشتیم هوای خورده تاریک تر بشه. ببین این بزرگترین بمبیه که تا حالا کار گذاشتیم. راستشو بخوای اولین بمب زندگی می دارم میبینم. بچه‌ها این اتاقکی که توش هستن واقعا یه اتاقک ضد انفجاره، چون دارن TNT واقعی میترکونن و ترکشاش تا چند صد متر پرت میشه. واسه همین واسه امنیت بیشتر دوربینا رو کار میذارن و خودشون میان تو این اتاقک ضد انفجار. الان استرس داری؟ بله همه تنم خیس عرقه. بیا داداش افتخارش با خودت. مثلا منفجر میشه. آره منفجر میشه. 2 روز این سگ کار کردن. 17 تا ماشین، 6 تا تانکر آب و 4 تا کانتینر برای محافظت از 500,000 دلار پول. حالا وقتشه ببینیم رفیقمون پولدار میره خونه یا دست خالی. هر وقت حاضر بودی برو تو کارش. 3 2 1 سلطان غم مادر. پسر پشمام آتیشش چه شعله‌ای داره. نمیخوایم خاموشش کنیم. خب قضیه اینه، قبل از اینکه بریم من میخوام یه خورده وقت کشی برو، کنم تا بریم. برو. بابا عمرن سال مونده باشه. ای وای وای نه پسر، نه وای هنوز داره میسوزه. مواظبش نیفتی. از رو پولان برید کنار. آتیش یه جایی هنوز روشنه. بلیک هم داره کیسه ها رو جابجا میکنه. تو رو خدا سالم باش. تو رو خدا خاکستر نشده باش. وضعیت چطوره؟ چی میبینی؟ سالمن.
پسر چطوری آخی؟ مادر نزاییده پولای منو خاکستر کنه. پولای عرب خاکی و کثیف شدن ولی به نظر سالم میاد. میدونستم. خب بلک داداش تو رسما 2 مرحله از 4 مرحله رو رد کردی. میخوای بدونی چالش بعدی چیه؟ بله. ببین ملک جان، ما برای چالش سوم قراره چند تا ماشینی که در حال سوختنن و پر از بنزین هستن رو بندازیم رو پولات. نمیشه بگی دقیقاً چند تا؟ یه عالمه. یه عالمه؟ بله یه عالمه. تا اینجا این سخت ترین چالشیه که بلیک داره. اون نه تنها باید حمله هایی که از آسمون میشه رو خنثی کنه، بلکه باید حواسش باشه بنزین قابل اشتعالی که از ماشینا میریزه دیوار دفاعیشو رد نکنه. حالا بذار ماشینا رو بندازیم واسه یه سورپرایز دیگه هم دارم. تازه میگه برای یه سورپرایز دیگه هم دارم. ماشاءالله مستر بیس هم سورپرایزش همه کلفته. خدا پشت پناهت. میخوام کانتینر پولا رو با بلوک سیمانی پر کنم. این یکی کانتینر رو میذارم رو کانتینر اصلی که پولا توشه. از اونجایی که بلیک چند روز گذشته رو دائما مشغول کار بود، مستقیم رفت بخوابه و بیشتر کارشو گذاشت برای فردا. و با اینکه خودش فکر میکنه از پسش برمیاد، به زودی مشخص میشه که این چالش سخت‌ترین چالشیه که تا حالا باش روبرو شده. امروز روز 4 دیگه نایی برام نمونده. میخوام اون یکی کانتینر رو توی زاویه خاصی بذارمش اون بالا. اینجوری وقتی ماشینا میخورن بهش پرت میشن اون طرف و به پولای بنده آسیبی نمیرسه. باید هر چه زودتر اون کانتینر رو بذاریم اون بالا، چون که داره بهم استرس میده. تو چند ساعت آینده بلیک هر کاری میتونست کرد تا کانتینر رو جوری بذاره که پرتاب ماشینا رو منحرف کنه. اون حتی از این چوبا استفاده کرد تا به زاویه‌ای که میخواد برسه. اگه نتونم این کانتینر رو اونجوری که میخوام جا بدم، احتمالاً کل پولا رو از دست دادم. عالی. خب خیالم یکم راحت شد. بعد اون تانکرهای آبم بیاریم اینجا و با آجر پرشون کنیم. آخرین ماشینی که داریم هم میذاریمش اینجا. کل اینجا رو قراره بپوشونه. خیلی خوب میشه. همه چی درست طبق نقشه. اما بلیک نمیدونست که من میخوام یه ورقه دیگه هم رو کنم. بلیک میخوای بدونی ورقم چیه؟ آره؟ بیا تا بهت بگم. خدا رحم کنه. ما اونجا یه منجنیق کار گذاشتیم و قراره یه ماشین از بالا بندازیم رو پولات و یه دونه هم با منجنیق شلیک کنیم. خدا وکیلی منجنیقو دیگه از کجا در آوردی؟ هیچی دیگه برام نمونده. واقعا نمیدونم الان باید چی کار کنم. تو چند ساعت آخر بلیک تمام زورشو زد تا دیوار دفاعیشو تقویت کنه. اما هنوز یه مشکل اساسی وجود داشت. تانکر آبی که صبح فرستاده بود پر کنن هنوز نرسیده بود. فقط 90 ثانیه وقت داره. بجام زود باش. مثل همیشه دوباره همه چی افتاد واسه دقیقه 90. 60 ثانیه. 59 58 54. اون داره سعی میکنه همه جا رو خیس کنه تا وقتی ما ماشینای آتیشی رو انداختیم بتونه از پولش محافظت کنه. فقط 30 ثانیه مونده. داداش واقعا فکر میکنی این جلوی آتیشو میگیره؟ معلومه که میگیره. 3 2 1 بندازش. ببین بلیک به خدا تو این یکی چالش پارت تقصیر خودت رو من آب میریزی. آره انگار دیگه وقت ارتفاع ببین خدا وکیلی. این تازه اولین ماشین از 5 تا ماشین شعله وریه که قراره بندازیم. 5 تا توپ آتشین هم قراره از این منجنیق شلیک بشه. حاضری بلیک؟ نمیدونم، فقط شروع کن. روشنش کنید. حالا بندازینش. وای نه. ای وای. وای همه چی که داره میسوزه. ماشین شعله ور با موفقیت از رو پوله افتاد کنار، اما الواره چوبی که بلیک اونجا گذاشته بود فوراً آتیش گرفتن. داداش یعنی چی آخه؟ چرا همه چی داره میسوزه؟ داداش چی اونجا گذاشتی که داره اینجوری میسوزه؟ به خدا من نمیدونم، اصلا یادم نیست چی کار که کردم. نمیشه. چی گذاشته بودی فکر اون کنم بالا؟ چوب گذاشتم. بزنم به تخته. چوب گذاشتی؟ مگه نمیدونستی قرار ماشین شعله ور بندازی؟ لازمشون داشتم دیگه. خوشبختانه بلیک دور پورش رو با بلوکای سیمانی پوشونده بود، پس هنوز احتمالش هست که پورش دست نخورده باقی مونده باشه. خب از اونجایی که قراره بریم سراغ خفن ترین بخش ویدیو، مسلما همزمان میریم سراغ اسپانسر. بچه اگه تا اینجای ویدیو اومدید و هنوز لایک و نظرید، لطفا همین الان بزنید. شما لایک کنید با میریم ادامه. آتش! بچه این بخشای اسپانسر رو ما معمولا برای احترام گذاشتن به سازنده اثر دوبله میکنیم و میذاریم تو ویدیو باشن، ولی این دفعه یه چیز خیلی عجیب غریب بود که هیچ جوره به درد ما ایرانی‌ها نمیخورد و خسته کننده میشد. بنابراین این تیکه اسپانسر رو این دفعه استثناً حذف میکنیم، ولی با حالش واسهتون میذاریم. شما لایک کنید با میریم ادامه. آتش! بلیک در چه حالی رفیق؟ یاد آخرین باری افتادم که همچین پولی رو از دست دادم. وای صاف افتاد رو پولا. این انگری برزه. روشنش کنید.
بندازینش. بارون آتیش تمام شب ادامه داشت. پشمام. و همونطور که شعله ها بزرگ و بزرگتر می شدن، انگار امید بلیکم داشت توی آتیش می سود. خدا جون. اون آتیش الان نزدیک 1 ساعته که داره شعله می کشه. یا همش سالمه یا هیچی ازش باقی نمونده. الوارای چوبی که اونجان باعث شدن که کل دیوار دفاعیش آتیش بگیره. میخواست یه جور قلعه بسازه ولی به جاش یه کوه آتیش ساخت. امیدوارم لااقل بلوکا جلوی آتیشو گرفته باشه. به زودی میفهمیم که آیا بلوکای سیمانی جلوی خاکستر شدن پولا رو گرفتن یا نه. متاسفانه آتیش زیادی بزرگ بود. وای خدا جون. بابا نگاه کن تو رو خدا ببین. ای وای. همش سوخته. بده ببینم. جزغاله شده. دنبال چی میگردی بلیک؟ حرارت اینجا 1000 درجه است. قبول کن دیگه. تموم شد. همونطور که میبینید بیشتر پولا این شکلی شده. دوباره باختم. این یکی از اون لیزری هم بدتره. این همه زحمت کشیدیم اونم به خاطر هیچی. ولی چه میشه کرد؟ در این نقطه این چالش رسما به پایان رسید. اما قبل از اینکه بری خونه برات یه پیشنهاد دارم. 2 انتخاب بهت میدم. یا میتونی با $100,000 بری خونه، یا میتونم بهت یه فرصت سوم و نهایی توی یه ویدیوی دیگه بدم. باشه دوباره میام. دوباره میای؟ آره میام. خیلی خوب. آخرین شانس بلیک برای بردن جایزه درست توی این ویدیوه. تا چند روز آینده آپلود میشه. شک دارم نه من نه بچه‌ها نه هیچ کس دیگه بتونه دوباره باختنتو ببینه. پس فعلا خدافظ. آدم جیگرش کباب میشه میبینه طرف این همه زحمت کشیده بعد مثلا تو مرحله نهایی میبازه. به هر حال مرسی که تا آخر ویدیو با من بودید. اون ویدیوی نهایی بلیک رو هم دوبله کردیم تا چند روز آینده براتون میذاریمش. مثل همیشه اینستاگرام و تلگرام ما داشتون دوستتون داره و تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.